سرخط خبرها. بلوگر میخواهد وزارت کارهای داخلی را به دادگاه کشد. افزایش دریافت پتنت در روسیه و ناراضگی خانواده کورسانت ففتیده از حکم دادگاه. درود، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. نخستین روزی هفته نو را برایتان شاد باش میگوییم و امیدواریم که هفته خوبی خواهید داشت. منیژه نظرова، یک بلوگر توجیک، نشر عکسش را در سامانه وزارت کارهای داخلی غیر قانونی نامید و گفت تصمیم دارد نسبت به ریاست کارهای داخلی به دادگاه شکایت برد. او روز 5 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی با فریب او را در جای کارش عکس برداری کردند. کارمندان پلیس برایش وعده دادند که این عکس برای پرونده ضرور است و در هیچ جا نشر نخواهد شد. منیژه که با نام منیژه امیدالله در اینستاگرام فعال است، نسبت به یک پسری که او را روز 3 دکبر آزار داده بود به ریاست وزارت کارهای داخلی شکایت کرده بود. پلیس جوان را بازداشت کرد و برای عمل غیر اخلاقی 5 شبانه روز حبس کرد. در همین مورد منیژه نظرова را نیز برای دغل گفتاری در جای جمعیتی در میده اوباشی گناهکار کردند و او را 420 سومانی جریمه نمودند. این بلوگر گفت هرچند او را به اساس جریمه کرده بودند ولی نسبت به آن اعتراض نکرد. اصلا اعتراضی او بر سر نشر خبر جریمه شدن با عکسش است که به گفته او شأن و شرفش را پس زده به زندگی شخصیش خلل رسانده است. در ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه به سوال رادیو آزادی که چرا به اجازت عکس منیژه را نشر کردند پاسخ ندادند. پیشتر گفته بودند که به خاطر اصلاح جامعه چنین میکنند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است در 10 ماه سال 2021 تعداد آنهایی که اجازتنامه کار یا پتنت گرفتند نسبت به همین دوره سال 2020 قریب 2 برابر زیاد شده است. خبرگزاری تاس با تکیه به وزارت خبر داده است که بیشتر مهاجران کاری برای گرفتن پتنت کاری مراجعت کردند. علاوه بر این تعداد شهروندانی که در قید مهاجرت در روسیه ثبت نام شدند افزایش یافته است. ضمناً شهرداری مسکو قبلا خبر داده بودند که سر از سال آینده نرخ پتنت قیمت خواهد شد. اگر فعلا ارزش پتنت در یک ماه از 5341 روبل عبارت باشد، پس در نظر است آن تا 5900 روبل افزایش یابد. نرخ قبلی در سال 2020 مقرر شده بود و از آن وقت این جانب تغییر نیافته است. روسیه از سال 2015 داشتن پتنت را حتمی کرد و بودجه آن کشور هر سال از حساب پرداخت‌های مهاجران کاری میلیون ها دلار فایده می‌بیند. مهاجرانی که به پتنت کار می‌کنند جریمه و از قلمرو روسیه رانده می‌شوند. مقامات روسیه سال آینده از حساب دادن پتنت 90 میلیون روبل فایده به دست آوردنی هستند. خانواده یک کورسانت ففتیده دانشکده عالی سرحدی کمیته امنیت ملی تاجیکستان از حکم دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه در مورد جبران ضرر مادی و معنوی اظهار ناراضگی کردند. علیشیر ظریفی تفصیلات بیشتر دارد. ҳошимҷон сафаров сокини 20 солаи ноҳияи зафаробод ва курсанти соли якуми ин донишкада моҳи августи соли 2018 ба машқҳои саҳроӣ ҷалб шуда аз сӯи ду омӯзгори донишкада мавриди латтукуб қарор гирифтааст ва чунин амали омӯзгорон боис ба маргаш мешавад. омӯзгорон ба муҳлати 8 солӣ маҳбас шуданд ва тарафи ҷабрдида дар ҳаҷми 400 000 сомонӣ ҷуброни зарарро талаб доранд. даъвои граждание ки оилаи Сафаровҳо ба суд пешниҳод кардагӣ буданд аз ду қисмат иборат буд. як қисматаш зарари моддӣ ки ба он дохил мештанд хароҷотҳои мурофиавӣ, омаду рафташон, исташон вақте ки прокуратура тафтишоти пешакӣ мебурду баъд суда муроҷиат карданд, суд боз гашта ба тафтишоти иловагӣ равон карда буданд. яъне ин муддат 2 сол давом кардагӣ буд. дар ҳамин 2 сол ино зиёда аз 17 маротиба душанбе омада рафтагиянд. додгоҳи низомии гарнизони душанбе даъвои хонаводаи Сафаровро қисман хонӣ карда донишкадаи олии сарҳадиро барои ҷуброни зарари маънавӣ дар ҳаҷми 2000 сомонӣ ва яке аз маҳкумшудаҳоро барои харҷи муолиҷаи тиббӣ дар ҳаҷми 3000 сомонӣ муаззаф кард. додгоҳ ҳукми худро асоснок дониста гуфтааст гарчанде тарафи ҷабрдида харҷҳоям карда бошад, аммо ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда пешниҳод накардаанд. намояндаи донишкада ва маҳкумшудаҳо низ даъвои ин хонаводаро беасос номиданд, аммо хонаводаи Сафаровҳо ҳукми додгоҳро ноодилона медонанд. 5000 чия ман қарз ди дунё шудам. худамози дармандиам, мардакам фишори баландай. 5000 чия ки бари 5000 маблағ баробардай ман ба 5000 ва ҳичи нест. ман меомадам квартира мешитам, мехӯрдам, мепӯшидам, рафта бо
3 روز خونه میشتم با من دعوت میکردم با می اومدم من راهگیری میکردم می اومدم. خانواده سفروخ‌ها تصمیم دارند بحث دریافت جبران مادی و معنوی از جبردیده‌ها را ادامه دهد. حالا از بالای حکم دادگاه به مرحله‌های بالای دادگاهی شکایتی تجدید نظر بردند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و دیگر نیازهای حفظ ترتیبات قانون در تاجیکستان مسئله نو نبوده در گذشته بارها از زبان ساکنان و نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق صدا داده است. بازرسی دولتی автомобили ولایت سوخت با نشر یک اعلان از مسافران و رانندگانی که بر ضد کرونا ویروس واکسینه نگرفتند هشدار داده است که از سفر به دوشنبه خودداری کنند. این اعلان روز 3 دکبر به اداره تلویزیون و رادیوهای شهر خوجند برای نشر انتقال یافته است که زیر متن آن سردار بازرسی دولتی автомобили وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سوخت سهراب قربانزاده امضا گذاشته است. در این اعلان از توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی و وزارت تندرستی تاجیکستان یادآوری شده ذکر شده است که یگانه راه پیشگیری از بیماری کووید 19 این زدن واکسن و رعایت قاعده‌های بهداشتی در جای‌های جمعیتی میباشد. اما بازرسی دولتی автомобили ولایت سوخت نگفته است که در صورت نداشتن چنین سند نسبت مسافران و رانندگان چی چاره می‌اندیشند. هشدار مقامات در حالی است که وزارت تندرستی میگوید روزهای اخیر یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. سپیریت آف امریکا یک سازمان جمعیتی آمریکایی در یکجایگی با سفارت آمریکا در تاجیکستان در یک سال آینده به مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه بیش از $80,000 کمک خواهند کرد. هدف از این کمک حفظ این یگانه مکتب افغانی در تاجیکستان و ادامه فعالیت آن گفته شده است. در پی سقوط حکومت پیشین افغانستان و به سر قدرت آمدن طالبان مسئولین این مکتب نگرانی کرده بودند که بنابر مشکل مالی احتمال دارد این مکتب از فعالیت باز ماند. این مکتب از سوی حکومت افغانستان سرمایه گذاری می شد. مکتب سامانیان در بنای خصوصی جایگیر بوده اجاره ماهانه آن $2,500 است. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوس بین نورسان و جوانان که از 2 تا 5 دکبر در شهر بیروت لبنان برگزار شد در مجموع 8 مدال، 1 نشان طلا، 2 نقره و 5 برنجی به دست آوردند. نخست گوشتگیران نورسی تاجیک رقابت کرده 1 مدال نقره و 2 برنجی گرفتند. پرویز عبدالرحمانوف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال نقره، سیروش ارکایف در وزن تا 60 کیلو و محمد یوسف زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخازاده همراه می‌بینیم. 6 دکبر سال 2006 پارلمانی روسیه گفت برای تنظیم روند مهاجرت به این کشور کواتا یا معیار قبول به کار در کارخانه‌ها را جاری کرد. تاجیکستان که با روسیه نظام بی‌روادید دارد یکی از این کشورها شد. سالهای مختلف کوتای کاری برای خارجی‌ها در حدود 2 میلیون نفر مقرر شد که صدها هزار جای کاری آن به تاجیکستان پیشکش شد. حامیان حقوق میگویند در اصل شمار کارجویان در روسیه از جمله از تاجیکستان 5 تا 7 برابر بیشتر از کواتا است. از این رو باز هم صف زیادی مهاجران به طور یکه جویای کار میشوند. 6 دکبر سال 2017 بر اساس اصلاح قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان تأسیس حزب‌های دینی منع شده، مسئولیت آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. تغییرات مذکور در حالی بود که سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تنها حزب دینی در آسیای مرکزی حزب نهضت اسلامی را با اتهام فعالیت‌های تروریستی منع کرد. خود این حزب تصمیم مقامات را ناعادلانه ارزیابی کرده گفته است تصمیم بستن حزب بر اساس اتهامات بی‌پایه گرفته شده است. این تصمیم مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی شد. بنابر معلومات تاریخ‌شناسان ماه دکبر سال 1720 زمان فوت شاعر معروف فارسی تاجیک میرزا عبدالقادری بیدل است که در هند زندگی و ایجاد کرده است. اولادهای او از سمرقند به هند کوچیدند. بیدل از آن روشنفکرانی بود که در مسائل فلسفی و عرفانی است تعلیمات مکتب و مذهب‌های گوناگون رایج در هند بهره برده آن را با افکار عرفانی مولانا و ابن عربی آمیزش داده است. محیط اعظم، عرفان، طلسم حیرت، چهارمسور، دیوان و دیگر اثرهای او تا امروز رسیدند.
قرب دلار نسبتاً پایین رفته. 100 دلار 1129 سومون و 17 درم و قرب روبل روسی باشد برعکس بالا رفته 1000 روبل روسی 153 سومون و 10 درم مقرر شده است. بینندگان عزیز، این بود پایانی برنامه نوید بامدادی. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.